سلام، امروز اومدیم شهرک جلالی توی روستای کردآباد. سردر شهرک گیت نگهبانی فعال داره، دربش ریموت، دوربین مداربسته کار شده، چند دستگاه ویلا اینجا ساخته شده، چند تا قواره زمین داخل بافت اینجا موجود هست. متراژ قطعاتش از 250 متر، 270 متر و 300 متره. اتفاقا دهیار این روستا که مالک این شهرک هستن الان خودشون حضور دارن اینجا که میگن به صورت کامل برای شما مجموعه قواره های موجود و قیمتش رو براتون بگن. یه چند دستگاه اینجا ساخته شده، 6 دستگاه که از 6 دستگاه 4 تاش موجوده. سلام. خوب هستی آقای جلالی؟ سلامت باشی. یه 6 دستگاه اینجا موجود بوده که از مجموع 6 تا 4 تاش موجوده. آقای جلالی یه توضیحی در مورد این زمینایی که اینجا داخل کل زمینای داخل این مجموعه داخل بافته، سند تکبرگ داره. و زمینا 250 متری هست، 270 متری هست، 277 متری هم هست، 300 متری هم هست، 280 متری هم هست. بله. یه سری پلاکا متری 15، پلاک 6 متری 17، پلاک 20 و 22 متری 14. بله. اینجا هم سنگ فرش میشه دیگه. بله بله. درست. تخفیف هم پای معامله میدین آقای جلالی؟ بستگی به نوع پرداخت شده. بله. خب من یه ویدیویی از اون ور شهرکم بگیرم. آقای جلالی مالک و دهیار روستای کردآباد هستن که این شهرک کلا مال ایشونه. فکر میکنم جای تخفیف هم داشته باشه. تا اونجایی که دیوار کشی شده، این پلاک 6 که گفتن، پلاک 28، چند تا قواره اون ور شهرک 300 متریه و این قواره شماره 14. یه محیط دنج و آروم، شهرک خیلی خوبیه. ورودی هر روستا دوربین مداربسته نصب شده. جدای از اون خود شهرک هم دوربین مداربسته داره.